تلفن زنگ میزنه. بله سلام غفاری، حسین کجاست؟ سلام خانم خلدبری، حسین پرواز. نه شما که حتما میایین خونه من. چشم با رادار تماس میگیرم، میگم چه خبر؟ میاره یه فعلا از اینجا اومد، یه فعلا اونجا اومد، یکی از بالا اومد، یکی از پایین اومد. ما با حسین گفتیم برگرد، گفت من نامردم اگه برگرد. بعد از نابود کردن محمد فرار که من الان دیدم کمتر از 30 ثانیه رفتن زیر آب، مثلا تیکه شده بودن. بعد یکی از خلبانای ما اونجا بوده گفت امروز برخورد زدن این 6 تا یه نوع معجزه‌ای بود که در تاریخ ما اتفاق افتاد. گفتم معجزه بزرگتر از اون بود که از ساحل در شب راست به ما موشک وارد می‌کردن ولی هیچ کدومش به ما نمی‌خورد. در یک روز شاید بهتون بگم 90% این ناوچه‌های عراقی رو از بین بردن.